بدعت گفتگی چیز است خودش. بدعت چی است؟ باید که تحلیل کنیم، مردم رو درست فهمن. بدعت گفتگی یک کاری نو در شریعت پیدا کردن بدعت میگن. یعنی او کاری که رسول الله کرده نیست، او کاری که صحابه کرده نیستن، او کاری که همین قدر چندین که 1000 سال شده از خدا خواست یعنی وفات رسول الله صلی الله علیه و تا این روز چندین عالم ها، چندین انشاءالله عزیزای خدا این دنیا را ترک کردن لیکن نکردن. افسوس که ما و شما این بدعت من ریشش سیکن کافتم دیم. اساس این یعنی جامعه عمل پوشیدن همین موضوع در دوره‌های شوروی شد. چون که در دوره‌های شوروی یک بار اسلام ضعیف شد، حتی بسم الله گفتن جنایت بود، نمیتونستن داملا ها بحث کنن. امروز ما سوال میتونیم که پیش از 10 داملا گذشت چوی گپ نمیزد و شما این موضوع فقط برداشته سید. ما میگم او بیچاره چی گپ زنن؟ چندینش حبس خونه میشید، چندینش بدرقه میکردن از این وطنی بزرگ، چندیناش در گوجاها مونده برفتن. لیکن امروز با طفل استقلالیت آزادی الحمدلله اسلام هم از نو جامعه نو پوشید. الحمدلله امروز وقت رسید که ما بدعات و حرامات و مکروهات گفتن وقت شیده کن. امروز این اساسی دشمنان اسلام داخل کرده خلاص برای کم بغل شدن ما و شما، برای نادار شدن ما و شما این چیزا را درآورده پفتگی. من در بیادم است در کتاب خدا خواهد دوری نو استقلالیت نه یک کتابچه برمدگی بود، اسلام اکی اوت آرسته گفتگی. یعنی اسلام در میان دو علاب. این یک عبدالرحمن گفتگی بچه را تیار میکنن دشمنان اسلام، تیار کرد همین سا درآورده میپرتید ما و شما که امروز تا امروز عذاب میکشیم ما و شما، تا امروز این برآوردنش خدا خواهد کردن نتونسته شدیم. لیکن اگر غیرت کنیم، حرکت کنیم، خواهیم که انشاءالله زندگی مردم رو به درجه بالا شود طبق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر عمل کنیم، انشاءالله این چیز خدا خواهد برای ما شما بسیار بسیار فایده زور میارد. بسیار بسیار. من چندین ها میگم که بلکه خدا خواهد 100 ماشین در ناحیه ما شما 100 نسبت 500 ماشین هم گیم خطا نمیکنیم. این اساسی بدعت ها در کجا است؟ در توی ویا کم است، لیکن اساسی بدعت ها در مراسم خدا خواهد مرگ است برادر. اساسی بدعت ها چون بیشتر در مراسم مرگ، بیشتر در همین چیز دیده میشود خلاص اکثر. چون ما دست داریم که 3 روزه دارن، اینا 20 دارن، 7 روزه دارن، 40 دارن، 40 روز در اونجا 6 ساعتی هن. حتی تا سال خدا خواهد ملکای بدعت دوام دارد تا سال. برای این من بعض دلیل های قطعی کتی به یک قوم میرسونیم، شاید که یک فکر کنن، شاید که انشاءالله خدا خواهد بخت بیاین. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک شو که امام نسائی روایت کرده، یه حدیث صحیح است، گفتن که ایاکم والمحدثات والمحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شما گفتن هرگز گفتن کارهای ناپیداشگی نکنین، از این دور شوین، چون که هر کاری که گفتن ناپیدا میشود وای بدعت است و هر چیزی که بدعت است وای ضلالت است. شما را گفتن براهگمی میبرد، ثواب نمیگیریم دیگه. او کار کرده اجر ندارد پیش الله هم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اجر ندارد. و کل ضلالت فی النار، هر چیزی که گفتن شما را براهگمی وای دوزخ است. ولی ما شما هر روز دعا میکنیم ربنا وقنا عذاب النار، پروردگارا ما از آتش دوزخ خلاص کن. ما خودمون دیده و دونسته در آتش دوزخ پرتافته شدیم از سبب بدعت کردن. انشاءالله من چند کتاب هست، من کتاب خدا خواهد بیکوی گفته کتاب است از امام قرطبی روایت است، میگن که کدام خانه که مصیبت میشد در اون خانه یک انسان میمرد، البته مردن حق است، بسیار همه ما و شما میآید، چون که هر انسانی که خدا وعدهش است به دنیا میآید البته چشنده مرگ است. وقتی که میاد میگه در اونجا یعنی یکم روز، دوم، سوم تا هفتم روزهای مخصوص میگن تیار کرده آدم‌ها را دعوت کردن، یعنی این عادت جاهلیت است. جاهلیت بگی پیش از اسلامی اومدن کارهای جاهلیت آدمای نادون کاراش به دست برادر. یعنی
این حال در اسلام نیست میگن. امام خطیب میگن این در اسلام نیست. یگان جان در اسلام تعلقاتی جو هم نداشته است. این 3 روزه و 20 و 40 و 7 ماه یگان اسلام گفتن نیست. با این یعنی زیرا گفتن این گفتن با اینجا رفتن حتی اشتراک کردنش مکروه است. چون که گفتن خدای تعالی با منکر یاردم کردن من کرده است. این شما گفتن با منکرات انشاءالله نزدیکی نکنین. چون که خداوند در سوره مائده آیت 2 استعیذ بالله میگه شما فقط آدمان را با کارهای خوبی یاردم کنید و از کارهای گناه دور شوید. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یعنی گناه نیاردم نکنید. همین کار ما رفته اشتراک کرده و ایچ تشکیل کو بکو گفتنش چی بوده است؟ یعنی گناه پیش الله سبحانه و تعالی نتایجی. در کتاب بزازیه میارد. کتاب بزازیه کتاب است. روزی که میگن مید در اونجا میبراید. من 2 روز 3 روز 7 روز طعام تیار کردن مکروه. مکروه چی است؟ بدانن این قومای ما شما. مکروه دیگه چیزی بد، چیزی خنوک، افلاس گفتگی چیست؟ من حرام کتی مکروه فرمان الله است. مکروه شرش هم خیلی است. مکروه آن چیزیست که میگه کسی که کند گناه میگیرد. کسی که این کار کند اگر این نمیشته ایسته این دروغ دیگر گوید کافر نشدم نه که سخت گناهگار میشود. البته عذاب احتمالی دارد. روزی که اومد البته چون که اینا با تکرار کردن این حرام را میگردد. تکرارش کردن گیریم تکرارش کردن گیریم. در کتاب خلافت بعضی میگن این نیست در اینجا. آدمایی که در کتاب خلاصه میارد خلاصه آدمایی که میمورد میگه در کدام خونه که میگه در اونجا 3 روز طعام دادن ممکن نیست. کتاب خلاصه تا 3 روز عموما ولی 7 و 20 و 40 شبان شما تا 3 روز طعام دادن ممکن نیست. اینه کتاب خلاصه. برای می 3 روز اعضا داشتن ضرر ندارد گفتن. یعنی 3 روز اعضا درسته. وقتی که انسان میمورد تا 3 روزه اعضا، مقصد اعضا یعنی دلی اون انسان رو برداشتن رفته بلفظ انسان خدا رحمت کند، خدا در رحمتش گیرد. گفتگی یعنی سخنها که چیکار کردن در کار اون انسان دلش برداشته قوتی دلش دیدن از خلاص. از 3 روز زیادش حرام است. ما فوق الثلاث حرامون. همون تا 3 روزم با یعنی قضیه بیان کردن مستحب است، ثواب است، خلاص گناه نیست. کسی که میگه در همون روز اشتراک نکرد همون تا 3 روز همون آدم رفته یک بار تعزیه بیان کردنش مستحب کاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله مستحبش روایش هم است که رسول الله گاهی کردن گاهی نکردنش. کسی که نه ثواب نکند عذاب نیست، عذاب ندارد این چیز. شما رفته اونجا که دعا نکرده شما گناهگار نشیده. امروز ما از ترس مردم، از ترس خدا نه، از ترس انشاءالله خدا خواهد شریعت نه، فقط از ترس مردم بدعات و حرامات کرده خدا خواهد خود عذاب نمونده شدین. بینین خدا راضی نشده ما چی در کار باید مردم گپ زدن گیرد. من بعضی میگم من سنت میکنم. من سنت خدا خواهد 3 روز بعد دروازه تا محکم کن الحمدلله. همین سنت است. همین سنت است. مردم جواب ده انا خدا راضی میشه. در زندگیش کن چقدر خدا خواهد انشاءالله. چقدر میتونی خدا خواهد بخورونش بپوشونش. چقدر برارش خدا خواهد بخارا برش سمرقند برش بیچاره کنه. حج برش انشاءالله خدا خواهد گسیرش کن راحت کردن دعا شگیر انشاءالله خدا خواهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند. فاطمه مادر مبدی 6 ماه رسول الله وفات کردن زنده بودن. دختری بهترین شو. چوه ای کارا نکردن. چوه عزاگیرون نکردن. ابوبکر صدیق خسری پیامبر صلی الله علیه و آیشه من دختری ابوبکر صدیق زنده بودن ولی چی کارا را نکردن وای صحابه محمد گنده میدیدن. صحابه محمد از جانشو شیرین‌تر عزیزتر میدونستن. نکردن کو یگان قاعده نکردن کو یگان خدای نکردن کو. اینا از کجا یافتن اینا همین آدمای خدا خود پرخورا کردن خلاص. اینا ای اسلام دور بودگی ها نفس نزولش نمیرسیدگی ها این بدعتا جاری کردن از خدا نمیترسن. مردم امروز طلا و تاراج دارن از الله نمیترسن ولی دنیا میگذرد مگر پیش الله میره. الله پرسد چی میگویی بعد الکذاب لا امتی دروغگوی امتی من نیست. از کجا میگویی بعد این چیزا؟
یا میگوی زنم نموندم یا مردم نموندم. اگر ریا کنی شرک. ریا شرک است. حتی خدا سوره ماعون میگه استعیذ بالله هم یراعون و یبنؤون الماعون. کسانی که ریا میکنن حتی نماز برای ریا خونی خدا قبولش نمیکنه. نماز حتی که عبادت میکنی خونه نگین که دیگه عبادت میکنیم و مسجد نه دیگه خیلی نماز میکنیم دیگه قومتامون روز که دیگه کردن خونه نه تیز میخونیم. حضرت حسین واعظی کاشف گفتند کلیدی در دوزخ است آن نماز که در بین مردم بگذاری دراز. در خونه تپ تپ میخونی وقتی که جماعت میبره احتمال آدم خوب نیست. همین چیزا هم خدا خواهد ما از ترس آدم‌ها داریم. اگر از ترس خدا میگه باشد درکش میپوشد میگه من فرمانی الله پیغمبر میکنم برادرو ما رحمت من اومده خدا خواهد کفن کردید گور کوفتین جنازه کردین سپردم حق و ادا کردیم آمین نکن الله راضی شود. از 3 روز زیادش اینا باید که ما خدا خواهد ایچ بر کنیم ایچ خدا خواهد جاری کنیم. من این چندین در اینجا خدا خواهد ویا هست حتی ای که بینین کورپچه انداخته شیشتنم بدعت بدست در کوچه ها. کتابی عالمگیری هم دارید که در کوچه ها اصطلاح را مونده کورپچه انداخته رای مردم داشتن گناه. این نیست گفتن در اسلام. اما امروز در دم دروازه هزارها آدم می‌نشینند. وای کوچه حق مردم است. با اونجا زنک میگذرد با اونجا مردم کوردور از دیگر است خیلی شد از دگ دروازه مونش ادرس این خدا خواهد کی خواهد میدونن یا داشته میکنن میراد که مردم مجبورن داشته مجبورن آوردن این گناهی کبیر است نبرارن این هیچ جاش نه خدا خواهد در اسلام نیستیم. چون اندازه ما از اسلام بخبر بودیم. حتی در کنفرانس ها بعضی ها ما را بسیار تاکید میکنن چون در سوق زمین خیلی است چون که از طرف برای ما خد رفته شده است که نمی خیلی است ما 20 و 40 و 30 تمام شده ما از صرف کنیم دیگر خدا خواهد ما را چند بار تاکید کردن برای چی این کار شما اجرا نمیکنید برای چی شما این چیز نمیکنید چون اجرا نمیکنید ما چیکار کردیم ما در کار ان شاء الله خدا خواهد. لیکن حرکت داریم غیرت داریم ان شاء الله خدا خواهد. من مقصد اساسیم چی است مردم این سوق زمین راحت کر زندگی کند. درست. اینا حتی اینکه مادرها این پدرها غمای بچه‌هاشون نمیخرن بیچاره بچه‌هاشون 5 سال و 4 سال از دیدار سر نیستن. الله خدا خواهد. حضرت مولا یک دو مثل شعری میگن که هر کی آخر بین است با دین است هر کی آخر بین است بیدین است. کسی که آخرجه شوی میکنه فقط فایده شوی میکنه فقط چون تک شوی میکنه زندگی این اسلام بیزنس نیست. اسلام کسب نمیشود مولاگی کسب نیست. بیاید فکت کراتیات من استودیا امروز دموکراتی است امروز الحمدلله ما دست بگیری با نمیشیم بیاین بحث میکنیم بیارن کتاباشنا از نقطه نظر علم بیاین کتاباشنا من برنامه کردم تیگش بیاد که نه دوملا خطا کرد من در اینجا کتاب بود که من حدیث های صحیح بیارم و کنن بطن میگیریم یکی من چند موضوع وقت است میکوبم حتی میتونن این دوملا من اسلام یعنی دینده سالم بردگی کتابی شیخ خدا خواهد انشاءالله عثمان خان علیم بومدگی است در همونجا خدا خواهد 10 ورق پر درباره تعزیه چیش درست چیش نادرستش اقل همه هم خوانند بخاطر هم کریلی است ما این ماجی عالمگیری همونیم ما این خودم رد و مختار همونیم دیگر همونیم اقل همین هم خوانن خدا خواهد انشاءالله کتاب خوانن پیشرفت می شود. امید میکنیم که از این صحبت ها بهره میبرن انشاءالله. کسی که این بدعت گم میکند انشاءالله در پیش الله هم رسول الله هم روش چهره سفید میشود و در این دنیا هم در آخرت هم انشاءالله سربلند. رحمت دوملا برای صحبت های پرمضمون البته موضوع های خیلی مهم را برداشتید و باور داریم که البته بینندگان از این صحبت ما خلاصه های ضروری برآوردن و شاعر میگوید که سعادت خواهی ترک بدعت کن ترک بدعت از خود سعادت. و البته بینندگان عزیز اگر سعادتمندی خواهید اگر زندگی فراوان گذرانیدنی باشد طوری که دوملا گفته گذاشتن ترک بدعت کنید.